جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده شدند در حدیث ابو امامه باهلی، یا مرد جنگ میکرد همراه مسلمان ها، هم ثواب میخواست و هم آبرو. یعنی میخواست که بعد جنگ نام او را همچون قهرمان جنگ نامبر کنه. قهرمان جنگ فلانی گفته شود و نامش در بین مردم پهن شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شدند که برای همین آدم چقدر اجر است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا شیء، یگان چیز نیست. فاعادها 3 مرات، 3 مرتبه همین سوال را داده شدند. 3 مرتبه جواب گفتند که لا شیء، هیچ چیزی نیست براش. سپس گفتند که ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. الله تعالی قبول نمیکنه از عملها مگر آن عملی را که خالص برای او باشد و رازگی او اراده کرده شده باشد. عمل خالص برای الله تعالی باشد و بنده از آن عملش رازگی الله تعالی را جستجو کند، بعد قبول میشه. روایت نسائی. و در حدیث قدسی در صحیح مسلم آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی چنین گفت: انا اغنى الشرکاء عن الشرك، من عمل عملا اشرک فیه مع غیری ترکته و شرکه. من به حاجت ترین شریک ها از شرک. شریک ها در تجارت، در صناعت شریک میشن. یعنی شرکت، فیرمه، شرکت. برای چی شرکت؟ برای اینکه چند نفر شریک هستن. الله تعالی میگه که من به حاجت ترین شریک ها حرکت میکنن بسیارتری مبلغ را خودشان گیرند. اکثرا یعنی میخواهد از شریکش بسیارتر حاصل کند، اما الله تعالی میگه که من به حاجت ترین شریک ها، کسی که عملی را اجرا کند و به من یگان کس را شریک بیارد، ترکته و شرک، من اونو آدمم ترک میکنم، عملش هم شریکشم. یعنی در بعض روایات من همشه به شریکم میدیم. خب 50-50 90 به 10 نه، من همیشه شریک به حاجت که همشه به شریکم میدیم. وقتی که الله تعالی همشه به شریکش میدید به شما هیچی نمیمونه. بنابراین عبادت حج و دیگر عبادت ها باید خالصا لله ادا شود. در حدیث دارقطنی و بیهقی به لفظ دیگر آمده است، اینم حدیث قدسی است. الله تعالی میگه که انا خیر شریک، من بهترین شریک. فمن اشرک معی شریکا فهو لشریکی، کسی که برای من شریک بیاره، عمل اجرا کنه شریک بیاره، همشه من به جای شریکم میدهم. یعنی با این لفظ آمده است. بنابراین در دومش که یا ایها الناس اخلصوا اعمالکم لله تعالی، مردم عملها را خالصا لله تعالی کنید، برای الله کنید، چون الله تعالی فقط عمل خالص را قبول میکند. ولا تقولوا هذا لله وللرحیم، نگویید که این به خاطر الله و به خاطر خویشاوندی. هم مثلا این خیشتون است، به خیشتون خیر و سخاوت کردید، گفتید که هم ثواب، هم کباب، هم به خویشاوندام فایده شد، هم ثواب میگیریم. نگویید فانه للرحیم، برای خویشاونداتون شد الکی، یعنی برای الله نشد. ولیس، حتی همین آدم وقتی به مادرش نیکی میکند، به پدرش نیکی میکند، او طبیعتاً هر کس باید پدر و مادرش را نیکی کند، طبیعتاً، اگر شریعت امر نکند. لیکن بنده مسلمان باید پیش از آن که به پدر و مادرش هم نیکی کند، زنگ زند، خدمت فرصت، به شما چی حاجت دارید گوید، باید نیت کند. الله را امر کرده است که و بالوالدین احسانا، به پدر و مادرت نیکی کن. خواهید که ثواب گیرید، یعنی با نیت نیک، با نیت خالص به پدر و مادر هم، حتی به همسرها هم نیت خالص نقش مهم دارد. و این چنین نگویتون ولا تقولوا هذا لله ولوجوهکم، به خاطر الله و به خاطر شما نگویتون، فانها لوجوهکم، به خاطر شما میشد الکی. هم به خاطر الله و هم به خاطر شما نگویتون، این به خاطر شما میشد الکی. یعنی باید خالص برای الله تعالی باشد. ولیس لله تعالی منها شیء، اگر گویید که این هم برای الله و هم برای شما، گویید در این به الله تعالی چیزی نیست، همش برای خاطر فلانی ها هست. بنابراین این حدیث ها و آیات ها
تاکید میکند که نیت ها را خالص کنیم. حتی همون روزی که به عرفات میرید، روزی که به مینا میرید، روزی که از مهمان خانه احرام میبندید، در همون جاها نیت را نو کنید. همه وقت در هواپیما پیش از سفر عین حال همیشه از الله تعالی پرسید که الله نیت ما را خالص کن، برای غیری تو نشود این عبادت.